अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़रीद बलोच از شهرستان سراوان. امید کنم که الله رب العزت تمام واجیان از صحت و سلامت بکند و هیچ گونه سختی و سوری مگنده و همیشه ای دعای کنه که خداوند متعال بین بلوچ قوم اتحاد و اتفاق ایجاد بکن. دوستان بزرگواری که قبلا در مورد سازکنک یک نرم افزار ما معرفی کو به نام دا تیونر. این نرم افزار در حال حاضر کار نکند. یک تغییراتی تیاتا دوستان بزرگوار چون کنه هر کسی که سازی هست و این نرم افزار استفاده کند آپ اس طریقے حذف کند مجدد دوباره از گوگل پلی دانلود کند تو نصب کند. وقتی که نصب کرد و یک لیستی به نام بنجو و ویالون و گیتار و آخری که نوشته تنظیم خودکار. سرما تنظیم خودکاری بجنید، صفحه برگردید، مجدد اجازه بدید گره ساز شما را دقیق کوک کن. چون تقریبا یک مدتی من ساز نیست، تقریبا 4 ماه که من ساز نیست، من برنامه چک نکرده. تازه سکی ساز دست من کبتا و دوشی من چک کرد. من دیست که هر کار من کنم سرود ساز نکند. نو برامشی بودم پدا محاسب کو مجدد نصب کو تغییرات تیاته. آخری که گزینه تنظیم خودکار بجنید. پدا دقیق ساز شما را مثل همه اول با همه کارایی که قبل توضیح ده زبان سر جی انگلیسی ببو اگر بالای جنه، اگر جهل جنه سر اف ببو، ٹیپ سر دی انگلیسی ببو اگر بالای جنه، اگر جهل جنه سر سی انگلیسی ببو، روت هم جی انگلیسی ببو، زبان هم ساز ببو یا اف ببو، بام هم بود دی انگلیسی یا سی انگلیسی بله جهل بود ٹیپ بالا و لابسیم اول سر آ یک نردبان بالای، لابسیم دوم آی خالی، لابسیم سوم سر جی انگلیسی، لابسیم چهارم اف، لابسیم پنجم ای، لابسیم ششم سی انگلیسی. دوین گوارتیب گوهر کجا که شماوات دوست شبود توانه هم سازی کنید. نو الان سروز موکو تازه آتا انگا سازی نزورتا بل ما گومی دستگاه کمو که ساز کو نو چکی کنه بخاطر که دوستان متوجه ہیں که دوباره اپا دا گو مشکل برموره. पसंद चुके फरमाइशें को इवदी साजन को सरूदा सरूद क्या चेक की कने क्या एक दो से चार पाँच شیش شبامو. بس امید کنم که این ویدیو مورد پسند بود و مشکل دوستان برطرف بود در ساز کنک پدا به مشکلی برماورین. انچه که فرمایشین کد برنامه دوباره حذف کنید تو مجدد نصب کنید. سر آخری که گزینه که اره تنظیم خودکار.
سرما گزینەی کەنێت ئۆکەی کەنێت انشەڵا سازشمارە بە بێترین ڕەوێش سازەکان وەشێ ئەللاهێ گەنجی ڕامەتانێ باوە